آقای علی افشاری، از شما یک ویدئویی منتشر شده در کانال یوتیوب مربوط به شرکت آقای عباس فخرآور کنفدراسیون و آقای عباس فخرآور در توضیح این ویدئو و همچنین داخل خود ویدئو صحبت میکنن و میگن که این یک نشست دوستانه‌ای است بین ایشون به عنوان دبیر کل جنبش مستقل دانشجویی و شما به عنوان دبیر کل دفتر تحکیم وحدت و مواردی رو داخل اون ویدئو ایشون مطرح میکنن. من میخوام جزئیات این ویدئو و اینکه چطور با ایشون صحبت کردید و چطور به حال پذیرفتید گفتگو با ایشون و جزئیات این ویدئو رو لطفاً برای من توضیح بدید. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم که فرصت این گفتگو رو فراهم کردید، چون واقعا این کار به نظر من از مصادیق بارز کارهای غیر اخلاقی هست و هم به لحاظ شدت، دامنه و عمق دروغگویی و گزافه‌گویی که در این فیلمی که منتشر شده در یوتیوب توسط این فرد به لحاظ عمق و شدت و دامنه دروغگویی و گزافه‌گویی به نظر من خودش یک رکورد رو ثبت کرده. روایتی که ایشون کرده و تصویری که از این گفتگو نشون میده کاملا کذب و دروغ هست و به نظر من مثل سایر ادعاهایشون از بنیان بی اساس هست. من ایشون اصلا نمیشناختم. من از زندان 59 در سال 80 آزاد شده بودم، شاید حدوداً چند هفته‌ای میگذشت. در میدان ولیعصر تهران داشتم میرفتم، دیدم فردی اومد طرف من و سلام کرد و گفت که من سیاوشم، منو نمیشناسید؟ من گفتم نه. گفت کتاب دارم. من زندان بودم. گفتم نه، من تا الان اسم شما به گوشم نخورده. به هر حال گفت که منم زندان بودم، میخوام از تجربه شما استفاده بکنم، حالی صحبتی بکنم پیرامون مشکلات زندانم و از این حرفا. و من گفتم آقا من کاری برای شما نمیتونم بکنم، شما رو نمیشناسم. ولی ایشون هی اصرار کرد که نه، شما اجازه بدید ما با همدیگه حرف بزنیم، حداقل من صحبت من شما بشنوید و از این حرفا. نهایتاً از من شماره تلفن گرفت ایشون، گذشت. بعد هی چندین و چند بار تماس گرفت با من و نهایتا ما قرار گذاشتیم در یک کافه قنادی سهیل بود در بولوار کشاورز تهران. و این دیدار فردی بود به نام سیاوش که بعد گفت من امیرعباس فخرآورم، با من علی افشاری به لحاظ یک فرد، من کسی که از زندان 59 اومده بیرون و ایشون مدعی بود که در همون شعبه 26 دادگاه انقلاب پرونده داره به این و من هم نهایتا پذیرفتم. ما وقتی وارد کافه شدم ایشون من دیدم دوربین دستشه. گفتم دوربین چیه؟ گفت که آقا من میخوام از شما یه فیلم بگیرم و شما به اصطلاح خاطرات زندان 59 و برخوردایی که با شما شده رو به من بگید، میخوام اینو بفرستم برای که شبکه‌های لس آنجلسی، الان یادم نمیاد کدوم شبکه. گفتم آقا نه، من اصلا ما چنین قراری با هم نداشتیم، برای مصاحبه نداشتم، شما چنین درخواستی مطرح نکردی و بعد منم به هیچ عنوان باش کدوم از این شبکه‌ها مصاحبه نمی‌کنم. لذا گفتم که دیگه نه، ما اصلا صحبتی نداریم. ایشون گفتش که خب نه باشه، مسئله نیست، من اینو خاموش میکنم به اصطلاح دوربین رو. من همون موقع شک داشتم که این فرد این کار رو نکرده دیگه. اصلا این نحو که شد من یه خورده تعجب کردم و هم مشکوک شدم به ایشون. حتی خود ایشون هم فهمیدین قضیه رو و به صراحت گفت که بله، آدم واقعا از زندان میاد بیرون بعضا که مشکلات اینه که با آدم هم مشکوک میشن و از این حرفا. گفتم به هر حال بس منم پاسخ دادم که این موضوع حالت کلی نداره و بستگی داره به عملکرد و رفتار اون فرد زندانی. دیگه هر چه صحبت کرد من اصلا به اصطلاح اعتنایی نکردم و به صورت غیر جدی هم به سوالهاش پاسخ دادم. یه سوال پراکنده‌ای میکرد که زندان چطور بوده، برخی توضیح داد از برخورد با خود اون صورت گرفته، به نظرش از من میپرسه که چی کار باید بکنه تا مشکلاتش حل بشه. در اونجا حتی در اون گفتگو هم تعریضی کرد به شما، گفت بله این آقای باطبی به نفعش شده و مشغول شده، که من گفتم آقا این حرف درستی نیست، بالاخره ایشون در زندان، من یه مدتی باهاش بودم و بسیار باهاش بدرفتاری شده و ضربات و آسیب‌های جدی رو دیدم. و ایشون اصلا در اونجا نه صحبت کرد دانشجو کرد، نه خودش فعال دانشجویی معرفی کرد، فقط گفت که من با عباس عبدی دوستم و مدتی هم در روزنامه مشارکت مطلب نوشتم که گفتم من
به اصطلاح چنین اسمی به گوشم نخورده. من اون روزنامه رو مرتب مطالعه میکردم، همینو بس. و واقعا جای بسیار تأسفه که حتی در اون فیلم هم ببینید برخورد من کاملا یک برخوردی هستش که این طرف گفتگو رو جدی نگرفتم. من داشتم اونجا بستنی رو میخوردم و به اصطلاح جواب و مثلا و تفره میرفتم مثلا پاسخ دادم که بعدها همین برخورد من، حالا چون معلوم دوربینم از پایین هست که این روشن نگه داشته و اینم بخش دیگه از برخورد غیر اخلاقی ایشون هستش که متاسفانه بارها و بارها در حضور افراد مختلف تکرار شده این برخوردها، که ایشون بارها اومده پیش افرادی، اونها گفتن آقا عکس با ما نگیر، ولی به هر حال دوربین رو به کسی داده، فاصله دور عکس گرفتن و منتشر کرده و بعد هم مدعی شده که با اون افراد دوست بوده، فعالیت مشترک داشته و از این ادعاهای بی اساس. در مورد این فیلم هم همینطوره، یعنی ایشون در اونجا به من گفت که دوربین رو خاموش کرده، اصلا بنایی بر ضبط نبود، بنایی بر به اصطلاح مصاحبه با من نبود و این هم از اساس کذبه که ما گفتگو و مذاکره داشتیم بین اون نمایندگان دو سازمان دانشجویی. ایشون اصلا اونجا خودش رو دانشجو من معرفی نکرد و نه مدعی فعالیت دانشجویی بود. کل این ماجرا همین بود و دیدار ما شاید فکر می‌کنم به نیم ساعت هم نکشید و از اونجا رفتیم و همین سابقه ای شد که من ابتدا ذهنیت منفی نسبت به این فرد پیدا کردم به خاطر رفتار غیر اخلاقی و غیر اصولی که در اون روز انجام داد.